سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو اومدم بهتون آموزش شاتگان یا اسنایپ حالا همه گانای شلاقی رو یاد بدم طبق قولی که بهتون داده بودم. و یه بابت تاخیر ویدیو شرمنده، چون قرار بود این ویدیو یکی دو روز پیش به دستتون برسه، حالا کشید به امروز دیگه. آقا بدون هیچ وقت معطلی بریم سراغ ویدیو. این ویدیو ممکنه تایمش کمتر شه نسبت به ویدیوهای دیگه، ولی خب دیگه. آقا نکته اول اینه که اگه بدن کاراکتر منو ببینی، اول وسط نصب کنی، یه بر سمت راست بدنشه، دست راستش، یعنی یه برم سمت دست چپشه. خب شما گانتون نباید رو اسلحه یک باشه. همین جایی که الان گان من است اینجا اسلحه یک، اینور اسلحه دوه. باید رو اسلحه دو یا همون سمت راست بدنتون باشه تا شلاقی میزنین درست باشه. من مثلا خودم اوله که رفتم شلاقی زدم دیدم که چرا نمیشه و اینها، بعد یکم گانم رو جابجا کردم و اینا، دیدم که آره برای همینه نباید سمت چپ باشه گانم. آقا بریم سراغ ویدیو. اول مرحله اینه که شما جامپ رو باید بزنید. مرحله دوم بعد جامپ اینه که ببینید من همزمان که جامپ رو میزنم رو نایف، همزمان جامپ نایف، جامپ نایف، جامپ نایف. خب مرحله سوم و مرحله آخر اینه که اینا رو انجام دادین سریع گانتون رو سویچ میکنید. مثلا ببینید الان اینا شلاقی، اینطوری راحت میتونید شلاقی بزنین. ولی شلاقی رو من بهتون پیشنهاد نمیکنم برای شما که مثلا عادی پلی میدین. برای اونا که تولید محتوا میکنن خیلی شاتگان شلاقی خوبه، چون نمایشی و اینا هستش، بچه‌ها خوششون میاد، راحت میتونن ویو خوب و اینا باش بگیرن. الان مثلا دست من نرفتید. بعد آقا یه نکته‌ای که هستش اینه که شما سریع همین بلا فاصله که میزنید رو نایف اینا سویچ میکنین. مثلا بزنین حالا رو انمی نمیخواد بهتون نشون بدم، همینجوری شما سریع که زدین رو نایف شما باید گانتون سویچ کنین. حالا اگه این کارو نکنین چی میشه؟ یا دو حالت داره، یا اینکه شلاقیتون اتفاق نمیفته، یا اتفاق بیفته مثلا یکم تمیز، اونقدر تمیز نیست. میدونین که چی میگم؟ مثلا حالا ببینین اینو من یکم دیرتر بزنم دیدین که مثلا دیرتر آورد، ولی همین که اینجوری بزنم سریع میره، یه بدنش هم میچرخونه. اما اینجوری چرخشه تو بدنش رو ببینین، اینجا هستش، اینجا نیست. یا حالا مثلا اینجا اون موقع که اصلا شلاقی نخورد، ولی این که شلاقی هم شد، این شلاقی شد، ولی خب همونطور که دیدین به این تمیزی نبودش که مثلا بچرخه و بزنه. آقا مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم از من حمایت کنین با لایک و کامنت و اینها. سابسکرایب هم یادتون نره حتما بزنین، زنگوله کنارش هم حتما فعال کنین و بزنین رو آل یا همه که هر وقت براتون ویدیو گذاشتم پاشین سریع اول نفری باشین که ویدیو رو میبینید. مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه و